به عنوان یه روانشناس نباید اینو بگم، ولی چون باهاتون راحتم بذاریم بهتون بگم. ببین بچه ها، هیچ هدفی از آفرینش ما وجود نداشت که قشنگ ببین ما آفریده شدیم یه جایی بریم زندگی کنیم، زاد و ولد کنیم، غذا بخوریم، هوا نفس بکشیم، از زندگی لذت ببریم، تموم شه بره. این مفاهیم جدید که اومد ما رو بدبخت کرد. موفقیت در زندگی خیلی مهمه. به این درجات بالا برس. به چجوری برسم؟ روح و روانم هزینه کردم برای رسیدن به این. جوونیمو هزینه کردم، رابطه‌مو هزینه کردم، بچه‌مو هزینه کردم، کلا همه چیمو از دست دادم که حالا رسیدم به یک آدمی که براش کف بزنم. اصلا هیچ ارزشی نداره. بنابراین ارزش جایی مشخص میشه که من میدونم به عنوان یه انسان دلم میخواد یه زندگی هدفمند داشته باشم. خب الان خسته شدم، خستم، نمیتونم، میشینم یه گوشه یه کناری استراحت میکنم، به خودم فرصت میدم، به خودم جایزه میدم، بعد تموم میشه. دوباره برمیگردم از اونجا شروع میکنم. این که از خودم این فرصت رو بگیرم که خسته بشم، دوچار ملل بشم، دوچار بی‌حوصلگی بشم، این باعث میشه که بعد کم کم برم سمت افسردگی. اجازه بدم به خودم آقا منم خسته میشم، منم افسرده میشم، منم نمیتونم، یه جاها میبرم کشم کنار و یه جاها قبول میکنم تو توانمندی بدنی من و ذهنی من و هوشی من نیست. بفهم اون مسیری که داری میری اصلا مسیرته، اصلا تو توانمندیت هست، اصلا تو جایگاهی هستی که از لحاظ بدنی و هوش و روان بتونی مطابقت پیدا کنی. اگر بود که انجام بده، نبود که خودتون اذیت نکنید.